3 ماه بعد. بفرما اینو امتحان کن. اون کد قشنگتره. خیلی بهت میاد. اصلا باورم نمیشه به خاطر کت دوماری انقدر استرس بگیرم. آره قطعا ناراحت مستی داداش. وقتی ازدواج کنی مجبوری دکمه لباستو با پیراهن خانومت ست کنی. آره. چی گفتی؟ تازه من هنوز چیزی راجع به رنگ آرایش و رنگ مانیکور نگفتم. خدا با تو چه دردسری نمی‌دونی. انداختم. من چیکار کردم؟ به نظرم حتی خبرهای جنگ اقتصادی هم مثل این شوکاور نیست. بالاخره ریتویک داره ازدواج میکنه. مطمئنم همه مجردا از اینکه داری ازدواج میکنی خوشحال میشن، شک نکن. بس دیگه نمیخواد خودشیرینی کنه. قبل از هر چیز باید شماره‌های دخترای دیگر از گوشیت پاک کنی، چون قراره اشکات مثل بارونی که زمستونا میاد بباره. خیلی خوب باشه، مسخره بازی تمام کنیم. تو به چی میخندی؟ منظورت چی؟ امروز نوبت منه، فردا هم نوبت تو. شما زده به سرتون. همه چی خوب بود. خوبه که سر موقع برگشتین. دست مریضت بابا، خیلی عوض کرده بودم دست پختت امتحان. کافیه ریتویک، مسخره بازی در نیار. موضوع رو هم عوض نکن. چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ الان این چه بحثیه؟ از این حرفا خوشم نمیاد. میترسی زنت مثل مامانت باشه؟ نترس پسرم، همه مثل مامانت یه دنده و قوی نیستن. فقط من شانس نداشتم. باشه راستی بابا، بعد از عروسی موهات اینجوری ریختن و به این روز دوچار شدی. من موامو خیلی دوست دارم. ببین بابا من اینجوری بود، پدرم هم همینجوری بود و تو هم همینطوری میشی. به بخش مثبتش توجه کن. میتونی موهاتو از پشت بلند کنی و ببندی و باهوش به نظر بیای. اینجوری که خیلی بهتره. اینجوری موهات خیلی بهتر از موهای مامانمه. تو به ازدواج فکر نمی کنی؟ منم مشکلی با این قضیه ندارم. اگه بخوای تنها زندگی کنی هم مشکلی ندارم. منی با این قضیه که با کل مسئله ازدواج مخالفی مشکل دارم. ریتویک، شاید من جوری بزرگت کردم که نمیتونی با یه نفر دیگه زندگی کنی و نمیتونی کسی هم دوست داشته باشی. هیچ کس غیر خودت قبول نداری. عادت کردی تنها زندگی کنی. ولی ریتویک پسرم، من مطمئنم که یه روزی به خودت اعتماد میکنی. اون وقته که راحت تر میتونی یه نفر رو دوست داشته باشی. اینکه یه نفر رو تو زندگیت قبول کنی. وفاداری مهمه، ولی مهمتر از اعتماد نیست و این از تو شروع میشه. مامان خواهش میکنم. هیچ کس تو رو مجبور به چیزی نمیکنه، بهت اصرار نمیکنه. ولی من و بابات فقط و فقط صلاح تو میخوایم و همیشه نگرانتیم. نمیخوایم تنها زندگی کنی. امیدوارم به زودی معنی دوست داشتن رو بفهمی. به این مسئله فکر کن. باشه مامان، خیال تو بابا راحت شه، بهش فکر میکنم. ها؟ به خاطر کسی کاری نکن. اگه این کارو به خاطر خوشبختیت نکنی درست نیست. واقعا؟ های پسرم راضی شده ازدواج کنه. دوست دارم، خیلی دوست دارم. تو رو هم دوست دارم. بچه‌ها توجه کنید، برادرتون راضی شده ازدواج کنه. آخ داری اذیت بسته، همیشه باید موهاتو بسته و مرتب نگه داری. نمیشه همیشه باز نگهش داری. تمام وقت موهات میریزه روی صورت. حرفش درست. خوشحالم که ریتویک راضی شده ازدواج کنه. میخوام خیالم از بابتش راحت بشه. منم خوشحالم. خوشگل ترین لباسا رو تو عروسی میپوشم. برات درستش کنم؟ میتونی بعداً هر چی دوست داری بپوشی ولی الان اینو بپوش. ببینید پسرم تو این لباسا چقدر خوش تیپ شده. نگاش کن. بذار همینجوری بمونه. زن داشت. امروز خیلی خوشگل خوش تیپ شدی. خب امروز نامزدیته. همه جا دارن راجع به این خبر حرف میزنن. میدونی ریتویک برات خیلی خوشحالم.
دختر خیلی خوشگلی رو انتخاب کردی. من خیلی خوشحالم. بیا اینجا. ممنون زنده داشت. اگه راستش مامان خیلی بزرگ رو استرس. ببینی بعد جور قافله گرفت. برای چی؟ هیچی، میرم سیگار بکشم. استرس داری نه؟ من خوب میشناسمت. یه چیزی داره اذیتت میکنه. یعنی حس میکنی برای ازدواج عجله کردی؟ به نظرم حدسم درسته نه؟ خب پس مشکلت چیه؟ رفتی لندن انگار داری از کسی فرار میکنی، یهویی تصمیم گرفتی ازدواج کنی. من برادرتم. بهم بگو چی شده؟ چیزی نیست، به خاطر ازدواج یکم استرس دارم. عروسی تو یادت نمیاد؟ نه؟ چیزی نیست. یه سیگار بکشم حله. آقای شما دوتا اونجا چی کار داریم میکنی؟ شما چرا اونجا قایم شدی؟ ترسیدم مامانت باهات باشه. آه خدا رو شکر که نیست. اگه الان اینجا بود یه سخنرانی مفصل راجع به سیگار میکرد. خب حالا شما دارین چی کار میکنین؟ ها؟ من اینجا خب داشتم استرس داره. چرا؟ یعنی میخواد پسرم تو داری با یه دختر خیلی خوب ازدواج میکنی. پس آخه مشکل کجاست؟ واقعا؟ دختر خوبیه؟ آره. از دستش دادی رفیق. چیه؟ اونو مناسب خودت نمیدونی؟ عزیزم شوخی میکردیم. حرفای پدر پسری دیگه. ما هنوز نامزد نکردیم. میتونی هرچی دوست داری راجبم بگی یا فردا نامزدی کنسل کنی. ما نباید همدیگه رو قبل از نامزدی ببینیم. چرا اومدی اینجا؟ بعدن اینجا خونش میشه و میتونه هر جا دوست داره بره. به هر حال میتونی شوخیای عروسی رو بعد از ازدواج بکنی. الان باید بریم. به هر حال خبرنگار مجله ازدواج مشاهیر الان اومد اینجا. میگفتش که ما بهترین زوج 2018 ای. میخواست بدونه که ما چجوری آشنا شدیم، چجوری از ما خواستگاری کردیم. یالا بیا بریم. زود باش بجام دیگه. بره بهش بگی که شما از بچگی با هم بودیم باشه. خیلی خوب. ولی این درست نیست واقعا میگم. اینجوری همدیگر رو دیدیم و آشنا شدیم. خیلی خوب. الان باید بهم بگی ریتویک چجوری ازت خواستگاری کرد. یعنی چجوری ازت درخواست ازدواج کرد. راستش خیلی رمانتیک بود. با من ازدواج میکنی؟ آره حتما. منم خیلی دوستش دارم. واقعا دوستش دارم. وای خوبه. عشق زیادی بینتونه. باید بگم شما واقعا زوج عالی هستید. هشتگ زوج ایدال. ببخشید بده جوابشو بدم. ضروریه. با من ازدواج میکنی آنایا؟ چی باید بهش میگفتم؟ گوش کن. دارم با کسی ازدواج میکنم که اصلا رمانتیک نیست. اینجوری یه نسخه هم که نمیفروخت. گوش کن. مردم اصلا حقیقت براشون مهم نیست. دلشون یه داستان میخواد. همه دارن نگاهمون میکنن. راستی من نزدیک 200 دوست دختر دارم که چند تاشون دوستاتن. آره میدونم. واسه یه کسی مثل تو عدد زیادی نیست. یه عدد شوخی دیگه نرمالی. بس. اگه تغییر نکنم چی؟ مگه من برای اینکه تغییر کنی دارم باهات ازدواج میکنم؟ من تو رو همینطوری که هستی دوست دارم. فکر نمی کنم که من بتونم راحت عاشق کسی بشم. میترسم عاشق تو هم نشم. میدونی من خودمو خیلی قبول دارم. میدونم که با هم کنار میایم. مطمئنم. یعنی تو واقعا حاضری با کسی ازدواج کنی که نمیتونه به دخترها اعتماد کنه و هیچ احترامی بهشون نمیذاره؟ منظورم اینه که چطور میتونی این کار بکنی؟
به خاطر ماجراجویی. زندگی کوتاهه، باید یکم توش ماجراجویی باشه. تو خیلی بامزه‌ای. آره میدونم. و کی گفته ازدواج باید مثل داستانای خیالی باشه؟ ازدواج ما باید یه کمی عجیب غریب باشه. عشق و عاشقی توش نباشه، فقط دوستی خودمون. خب اگه ما با مرور زمان عاشق هم بشیم چی؟ حرفشم نزن، این انتظار رو نداشته باش. من نمیتونم کسی دوست داشته باشم. من به یکی اعتماد کردم ولی بازم همون اتفاق افتاد. ولی تا جایی که من میدونم هیچ کدوم از روابط قبلی جدی نبودن. تا حالا هم به هیچ دختری خیانت نکردی. اگه اینطور بوده یعنی دختر خیلی خاص بوده. بیخیال، بلش کن. حالا که تو با همه این موافقی، من حرفی ندارم. تو رابطه ما که عشق نیست، رمانتیک بازی و تخیل هم که نیست، باید یکم هیجان بهش اضافه کنی. من آیا نظر احساس گناه کنم؟ من باید رو راست بودم و هیچ قولی ندادم. من اعتراضی ندارم، به هر حال ازت انتظار ندارم که یه دفعه عوض بشی و بخوای رمانتیک بشی. یعنی اگه چیزی هم ازت بخوام، فقط ازت میخوام وفادار باشی. نمیخوام بعد از ازدواج عاشق یه نفر دیگه بشی. بگو ببینم ساعت چنده؟ الان دیرمون میشه. تو مگه دوست روحیت نیستی؟ بیا امروز خیلی بهت نیاز داره، زود باش. یه باید لحظه صبر کن. چرا انقدر تون میری؟ چرا به این فشار میاری؟ داداشت خیلی احمقه. این نقشات چیه؟ نامزدی امروز و عروسی 2 روز دیگه. چرا انقدر عجله داره؟ مشکلش چیه؟ یه لحظه وایستا، ما که با هم نام زدیم مگه نه؟ ولی روز عروسیمون مشخص نیست. این چه وضعیه؟ نظرت راجع به ماه دیگه چیه؟ واقعا؟ آره؟ واقعا؟ اعلامش کنی؟ زود باش. زود باش. چی شد عزیزم؟ هنوز آماده نشدی؟ عادت کن. بعضی موقع ها زود حاضر میشم ولی اکثر مواقع خیلی طول میکشه تا حاضر بشم. آره مامان باهاش صحبت میکنم. باید با پالاک حرف بزنم عزیزم. باشه؟ خداحافظ. مبارک خانم، واقعا خیلی به هم میان. خوشبخت بشن. ممنون. مامان تو بهش نگفتی؟ امروز نامزدی منم هست. میتونی به منم تبریک بگی. بله قطعا. پسرم همه میدونن که داری ازدواج میکنی، ولی مهمتر اینه که ریتویک داره ازدواج میکنه. اون همه جا برنده میشه، حتی توی نامزدی من. نه درست نیست. الان کجایی؟ زیر بارون بمبئی دارم چایی گرم میخورم. یعنی نمیای؟ نمیخوای بیای نامزدی و عروسی؟ داستان چیه پالاک ها؟ میدونی که برنامه‌های بورس من هنوز تموم نشده. ممکنه نتونم بیام. نمیخواد بهونه بیاری. تو نمیای چون اونم توی عروسی ما هست. نه خیرم، اصلا اینجوری نیست. پس مشکلت چیه؟ ببین میدونم که شما با هم رابطه داشتین ولی اون که عشق نبود، یه دوستی ساده بود که به خاطر عروسی یه نفر به هم خورد. ولی پالاک موضوع تو هنوز تموم نشده. یه دوستی کوتاه بود. اصلا من همیشه ازش متنفر بودم و هنوزم ازش بدم میاد. فکر نمی کنم تو دلت براش تنگ شده. اینجوری نگو، اصلا دلم تنگ نشده. باشه من باور کردم. یعنی تو نمیای؟ سعیمو میکنم ولی فکر نکنم بتونم بیام. باشه ولی این مهمترین روز زندگیمه و تو نمیخوای بیای. اینو یادت باشه پالاک. فعلا خداحافظ. میزا بذارین، مراقبشون باشین. باشه این برای تو. عجله کنین میزیو جا نذارین. تو داری مامان میکنی؟ این گوشواره اصلا به لباسم نمیاد. ببین اصلا خیلی قشنگه. یه لحظه به فرصت بدی نگاه کنم تا بهت بگم. اینا اینا که از قبلی هم بدترن. خب باشه بیا اینو امتحان کن. این خیلی بهت میاد. خیلی قشنگ شده. بسه خواهش میکنم. دوستم توی روز نامزدیم اینجا نیست که بهم کمک کنه و خیلی ناراحتم. از چیزی خوشم نمیاد، نمیخوامشون. ببین اون دلش برای پالاک تنگ شده نه؟ درسته. ممنونم. برای چی؟ من که کاری نکردم. چون کارهای عروسی بچه‌ها رو انجام میدی باید ازت تشکر کنم. میدونی شیتا تا گفت از روحیت خیلی خوشش میاد، من و باباش خیلی خوشحال شدیم. ولی بعدن گفتیم چجوری خواستگاریه یه همچین خانواده پولداری بریم؟ شیتا مطلق است و طرز فکر مردمو که میدونی. حقیقتش اونقدر تو با خانواده روحیت خوب برخورد کردی که اونا اصلا راجع به طلاق هیچ حرفی به ما نزدن. این مهم نیست. همه مردم مشکلاتی دارن که تمومی نداره. درسته؟
ببین روحیت گوش کن، تو باید به خانوادت بگی که شیتا قبلا ازدواج کرده. من قبلا باشون حرف زدم، اصلا مشکلی نیست. گذشته شیتا اصلا برای من مهم نیست. سریع باید باشون صحبت کنیم. اگه اجازه بدید من باید راجع به عروسی چیزی بهتون بگم. اول باید یه چیزی رو بدونی. ولی ما همه چی رو راجع به این دختر میدونیم. تو چی میخوای بگی؟ ممنونم ازت. به شیتا کمک کردی که دوباره سر و سامون بگیره. امیدوارم خوشبخت بشن، هم پالاک هم شیتا. منظورم اینه که جفتشون با هم خوشبخت بشن. آره قطعا همینجور میشه. امیدوارم خوشبخت بشن. درسته که من فقط 3 ماهه که میشناسمت، ولی میدونم که میخوای بری عروسی دوستت شیتا. تازه کلاسامونم که تموم شده. راستش نه، خاطراتی توی دهلی دارم که دلم نمیخواد الان برگردم. کسی نمیتونه از خاطراتش فرار کنه. ببین هنوز تا ساعت 5 وقت هست. بخوای میتونی به عروسی برسی. بهش فکر کن. بهش اینجوری فکر کن که یه نامه توی کیک شانسه و میتونی یه کار خوب پیدا کنی. وای خوبه، شانست امتحان کن. من و شیتا همیشه سر این کاغذها با هم دعوا میکردیم. باید انتخاب کنی که کی برات مهمه، دوستا یا دشمنا. میخواستم ازتون راجع به اسناد زمین بپرسم. فکر نکنم که الان وقت مناسبی برای حرف زدن باشه. بذار بعداً راجع به این موضوع حرف بزنیم. نامزدی داره شروع میشه. ولی ما داریم این کارو برای بچه ها میکنیم. من برنامه‌های خیلی خوبی برای این زمین دارم. خیلی خوب، ببینید این زمین قانونی نیست. اگه اجازه بدی روی این زمین ساخت و ساز بشه، خونه‌های فقرا همشون از بین میرن. به جای اینکه نگران فقرا باشی تصور کن که دختر دست فرودگاه بیاد در حالی که همه زمینای اطرافش برای اونه. حسش چجوریه؟ به این موضوع فکر کن. مگه تو نگفتی که همه عمرتو داری کار میکنی؟ تا حالا چقدر پول جمع کردی؟ فکر کن که ما الان به توافق برسیم و این هدیه رو به دخترت و پسرم بدیم. اونا هیچ وقت این کادر رو فراموش نمیکنن. اگه قرار کاری هم انجام بدیم فقط به خاطر بچه هامونه. مطمئن باش. راضی نشدی همکاری کنی، ولی من ولکن نیستم. باید وای میسادیم و میشیدیم که مانجید چی میخواد راجع به شیتا بگه. چه مصلحتی از این کار دارم؟ مطمئن باش اگه باباش اون برگاهی که میخوام امضا کنه میتونیم 30 میلیارد بلوک شده رو زنده کنیم. میره. فقط لازمه که اجازه زمین رو به صورت رسمی به دست بیاریم. بعدش یه هتل برای پسرم میسازم. ما خیلی وقت زمین رو از دست دادیم. نمیخوام اینجوری زندگی پسرمونم کاملا خراب کنیم. پسرت داره باهاش ازدواج میکنه و عروسمون میشه. آنایا باریتویک ازدواج میکنه، ولی روحیت باید با دختری ازدواج کنه که هم سطح ما نیست. اون دختریه که میتونه به سادگی ما رو صاحب 30 میلیارد بکنه. باباش مسئول مجوزای زمینه. چی؟ اون فکر میکنه پروژه من قانونی نیست و تا حالا راضی نشده که بهم مجوز بده. ولی الان مجبور امضا کنه، راه دیگه ای نداره. به هر حال این ازدواج چقدر میتونه دوام بیاره؟ اونا تا وقتی که ما میخوایم با هم میمونن. بعدش میتونی دختری که دوست داری رو براش بگیری. تو اینجوری فکر میکنی؟ آره عزیزم، ازدواج مصلحتی اینطوریه. برای من دخترم با ارزشترین کسمه. داره میاد پیشتون. امیدوارم مراقبش باشی. اصلا نگران نباش. دختر تو مثل دختر خودمه. اصلا لازم نیست نگران دخترت باشی. روحیت انتخابش کرده که با هم ازدواج کنن. مطمئن باشین که اون مراقبشه.
تضمینش میکنم. میدونم ولی روحیت راستشو بگو. فکر نمی‌کنی که این خانم خیلی ازت سرتره مگه نه؟ یه نگاه به اون بنداز. مطمئنی که واقعا این پسره رو ببینم میخوای؟ تو واقعا خواهر منی؟ 100%. تو هر شرایطی یه تیکه‌ای به من میندازی. من میرم. باشه برو. خوبه که بچه ها خوشحالن. بالاخره اومدی؟ ممنونم که اومدی. ممنون که تو حساسی. راستی نگران نباش. چرا باید نگران باشم؟ چون ممکنه پالک هم بیه. چیه؟ چی شد؟ چرا ناراحتی؟ تو دوست داری اون بیاد؟ ببخشید ولی من نمیخوام قیافش رو ببینم. فهمیدی؟ اون اعتمادمو نابود کرد. نمیخوام چیزی منو بهش وصل بکنه. حتی نمیخوام یک کلمه باهاش حرف بزنم. امیدوارم فراموش نکنی و اینو بفهمی. تو دوست عزیز منی. میدونی که نمیتونی منو گول بزنی. وقتی تو رفتی لندن اونم 3 ماه رفته بود بمبئی. تو کارتو تموم کردی و بلافاصله بعد از برگشتن نامزد کرد. تو خیلی راحت خودتو قانع کردی که دیگه کسی دوست نداشته باشی. درسته و دیگه عاشق کسی دیگه نمیشم. تو مطمئنی که عاشق اون نیستی؟ چه قلب تو داده باشی و چه دوستی یا اعتماد تو؟ آقای ریتویک نمی. تو داری با خواهر من ازدواج میکنی. به هم دروغ نگو. چی میخوای بگی؟ ریتویک با آنایا صحبت کردم و این حرفا رو به خانواده‌ام هم گفتم. به نظرم شما نباید با هم ازدواج کنید، چون تو یه روزی قلب خواهر منو میشکنی. اینطور نیست. بهت قول میدم خوشبختش کنم و اگه به قولت عمل نکنی کتکت میزنم. عادلانه است؟ راستی پالک نمیاد. شیتا بهم گفت. خیالت راحت باشه. خیلی خوب برو پیش نامزدت. از امروز اون جزئی از این خانواده است. اگه میخوای میتونی پیش خودت نگهش داری. ما نمیخوایمش. اصلا با مزه نیست. گوش کن. وظیفت این بود یه زنداداش خوشگل بسامون بیاری که آوردی. الان دیگه بهت نیازی نداریم. برو دست سرمون ورداری که خودت البته من داداشته. آنایا اذیت نکن. خیلی دوست دارم. نمیدونم چرا اینو انتخاب کردی. قیافش که اینو نمیمونه. ساکت شو تو. من دارم میرم. امروز روز خاص و خوبیه. بچه‌ها نامزد کردن و هر جفتشون شریک زندگیشون رو انتخاب کردن. اینطور نیست؟ درسته مامان. منم از انتخابشون خیلی خوشحالم. دوستتون دارم. دوستتون دارم. دوست صمیمی میشه زنداداشم. به خاطر همین خیلی خوشحالم. منم وقتی تو خوشحال باشی خوشحال میشم. تو از خوشحالی من خوشحال میشی؟ تو داری این حرفو میزنی؟ کی داره بهت زنگ میزنه؟ این سرمایه گذار خیلی داره زنگ میزنه. خبر نداره که ما مراسم داریم. فهمیدم. فقط بذار براش موقعیت توضیح بدم. برمیگردم. باشه برو. چی شده پسرم؟ چرا اینقدر نگرانی؟ چیزی نیست. از لندن تماس گرفتن. میگن که فردا باید قرارداد تو لندن امضا کنیم. همین فردا. فکر می‌کردم ریتویک همه کارا رو کرده. کرده. ولی مدیر اجرایی و هیئت مدیره فردا جلسه دارن و باید قرارداد رو امضا کنیم. نگران نباشین. با پرواز ساعت 11 میرم و فردا میرسم اونجا و قرارداد رو امضا میکنم. خیالتون خیلی خوب باشه. 2 بلیت رزرو کن. منم لازم نیست خودتو اذیت بکنی بابا. منو داداش موضوع حل نه کجا میری؟ خانواده یه زنت مراسمه. نمیتونی بری. تو اینجا باش. من باید برم. سانچی میتونی به مامتا بگی که من و ریشاب داریم میریم لندن؟ یه کار خیلی فوری پیش اومده که بقیه‌شو اون برای خانواده توضیح بده. باشه بابا همین الان زنگ زدم و بلیطامون حاضره. بیا راه بیفتیم. همین الان؟ آره الان. از شما دوتا با هم خداحافظی کنین و بگین خداحافظ. میبینمتون. ببخشید عزیزم. خیلی زود میبینمت. سلام. میدونی ریوا وقتی 2 نفر وضعیت اجتماعی همدیگر رو کنار میذارن و فرق اقتصادی بینشون رو فراموش میکنن، میخوان دنیای خودشونو بسازن.
این یه رابطه جدیده. دو قلبی که با هم متحدن. چی بهتر از این؟ بعد از ازدواج روحیت و شیتا، ریتویک و آنانیا با هم ازدواج میکنن. اونا از بچه که با هم دوستن، با هم راحتن. ریتویک به خاطر ما راضی شد، نه به خاطر اینکه دوستش داره، ولی اون کم کم این رابطه رو قبول میکنه، راه خوشبختی رو پیدا میکنه. قشنگی ازدواج اینه که دو نفر یکی میشن و این ارتباط بینشون رابطه واقعی رو ایجاد میکنه. مهم اینه که سرنوشت همن با هم تفاهم دارن. ازدواج یه نعمت از طرف خدا. رابطه بین دو نفر مثل ازدواج توی سرنوشت آدم هاست، دست ما نیست. مطمئنم که قلب آدم تسلیم سرنوشت میشه، ولی همچنان تلاش میکنه که دنبال دلش بره. حتی اگه این کارو بکنیم بازم سرنوشته که پیروز میشه. این کاملا دلیه. خیلی شب قشنگیه با این بارونم. عالی شده مگه نه؟ خیلی خوشحالم که اینجایی. تازه بارونم با خودت آوردی. فقط بارون بباره خوبه، طوفان نشه. گوش کن، گناه من نیست. منم به خاطر دوستت دیرم شد. صبح گفت که نمیام، ولی بعداً سوار آخرین ماشین شد و اومد. میدونی عزیزم، من برای نامزدی شیتا برنامه داشتم و به خاطر تو دیرم شد. الان که دیگه اینجام، برو برنامه ها تو انجام بده. باشه. آره، الان به همه معرفیت میکنم، زود باش میام. ریتویک، بگو ببینم حالت خوبه؟ پالاک عزیزم، از دیدنت خوشحالم. خوب شد که اومدی. لطفاً همه گوش کنید. این پالاک بهترین دوستم. 3 ماهه که توی یه شهر دیگه است، ولی من اصرار کردم که بدون اون نامزدی رو برگزار نمی‌کنم. اونم سری خودش رو رسوند. منم توی این نامزدی نقشی دارم ها. آره درسته، فقط باید کنارم بشینی و چند لحظه یه بار لبخند بزنی. دومات فقط باید همین کارو بکنه. عروسی فقط برای عروس و دوستاش. همینطوره. درسته. یه میلیون بار بهت گفته بودم که خانوادم دارن مجبورم میکنن، ولی تو اهمیت ندادی. همش به خودم دروغ میگفتم، ولی واقعیت اینه که من فقط به رادیکا فکر میکردم و دوستش داشتم. سلام توبولو. من چاق نیستم و کلی وزن کم کردم. خب بخند. من خوبم، ولی وقتی که دکتر پالاک و مادرش رو میبینم نمیدونم چرا
اون منو میدونی یاد رادیکا میندازه. دارم میفهم. داداش من خوبم، دلم برای سامر تنگ نشده و قلبم هم نشکسته. این احساس وقتی بهت دست میده که کسی رو میبینی که دوباره تو رو یاد اونا میندازه. نگران نباش، حالم خوب میشه. ریبا کوکتل توتو گوجه. وای دست درد نکنه. نه توتو گوجه؟ داداش من دوست دارم، خیلی خوشمزه. نه امکان نداره، نمیخوام بخورم. ببین اگه این توتو گوجه رو بخوره دیگه هیچ پسری نزدیکت نمیشه. چراش؟ اگه کسی منو بخواد باید این نوشیدنی هم دوست داشته باشه. دقیقا. ما رو ببین، به موافقت کسی احتیاج نداریم که چیزی بخوریم، مگه نه؟ وکیل مدافع اومد. به هر حال میتونی منو دوستم و یکم تنها بذاری. دوست دارم. خوشم میاد از یادش کنم. این نوشیدنی توتو گوجه است، نباید خیلی بد باشه، ولی حال تو بهتر از الان میکنه. بهت قول میدم داداش. اگه چیزی گفتم چرا میخوای حال منو عوض کنی ها؟ بهم بگو چرا میخوای درستش کنی؟ ببینم حالت بده؟ ببخشید نمیدونستم. چرا باید حالت بد باشه آخه؟ چون که اون اینجاست؟ نه به خاطر این نیست، مشکلی باش ندارم، فقط نمیتونم مادرشو تحمل کنم. اون نباید باشو میذاشت اینجا. خیلی ها توی جشن هستن که دوستشون نداری. چرا نمیتونی این دو نفر رو نادیده بگیری آخه ریتویک؟ عروسی خواهرم به خاطر اون و مادرش به هم خورد. میدونم که چند ماه گذشته کسی چیزی نمیگه، ولی همه دارن تظاهر میکنن که همه چی خوبه و همه خوشحالن. ولی تو اینجور مناسبت ها زخمای قدیمی خودشو نشون میده و باعث میشه یادت بیاد. وقتی عروسی ریوا به هم خورد همه فشارا روی من بود تا ازدواج کنم. منم قبول کردم. خانواده‌ام قبلا تجربه بدی داشتن، نمیتونستم اینو تکرار کنم، واسه همین آنیا رو قبول کردم. روحیت بهترین دوستم، دارم با خواهرش ازدواج میکنم. چطوری میتونم این حرفا رو بهش بگم؟ راستشو بخوای من به خاطر این دارم ازدواج میکنم که خنده پدر و مادرم رو ببینم. همه این اتفاقا به خاطر این دو نفر افتاده. ریتویک ببین، هیچ کس مثل خواهرت نیست. فردا یه نفر رو پیدا میکنه که دوستش داره، باش راحته، بهم اعتماد کن. خواهرت یکی از بهترین دختراییه که میشناسم. من برات خیلی خوشحالم. بالاخره داری ازدواج میکنی. میدونی پالک خیلی چیزا هست که باید برات تعریف کنم. چند ماه نبودی. بیا ببینم. چی شد؟ سارین باز شده. یکم صبر کن. ماما کلیدو بده. آره کلیدو. این کلید اتاقمه. برو اونجا. باید ساریمو عوض کنم. آره. چرا اینقدر ناراحتی؟ یکم پیش که خوب بودی. از وقتی مانجی تو پالاک اومدن ناراحتم. واسه چی اومدن اینجا؟ نمیتونم وجود این دو نفر رو تحمل کنم. اونا دلیل به هم خوردن عروسی ریوا. عروسی ریوا به خاطر اونا کنسل نشد، به خاطر این کنسل شد که دوماد یه نفر دیگر رو میخواست. درسته مامان، ولی با کی فرار کرد؟ با کارمند مانجی. این کارشونه مامان. میدونن چجوری پسرای جوانو گول بزنن. هیچکی بهتر از اینا نیست. مادر دختر عین همه. یه لحظه صبر کن مامان. تو به ریوا دقت کردی؟ خیلی عادی میگه و میخنده. چرا؟ فکر میکنی واقعا خوشحاله؟ اون داره تظاهر میکنه. اون داره این کارا رو فقط برای این میکنه تا ما خوشحال باشیم. ریتویک، من بچه‌هامو خیلی خوب میشناسم. میدونم که ریوا اونجور که فکر میکنه راحت نیست. کسی نمیتونه احساساتشو مخفی کنه. من میشناسمش. من ریوا رو میشناسم. اون خواهرم. من خیلی خوب میتونم درکش بکنم. و اون دختر پالاک وقتی به سامر کمک کرد ثابت کرد که غیر قابل اعتماده و من هیچ وقت نمیبخشمش.
شیتا کلید اشتباهی بهم داده. کنار ببینم. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی ها؟ اینجا دوربین داره. شاید میخوای با ساری دلبری کنی تا فردا همه رو موبایلاشون ببینن. لطفاً برو. ببخشید، من دوربینا رو ندیدم و سرت داد کشیدم. راستش ممنونم. همه قضیه رو فراموش کردم جز من و تو. خواهرت هم یادش رفته. مشخصه که فراموش کردی. خوشحال به نظر میرسید. خانوادت همه خوشحالن و فقط تویی که فکر میکنی من زندگی خواهرتو خراب کردم. آخه چرا همه خوشحالن و تو نمیتونی خوشحال باشی؟ ریوا خوشحاله چون داداشش ریتویک ماه نامزد کرده. آره داداشش داره ازدواج میکنه. مبارک باشه. خیلی خبر خوبیه. براز خوشحال شدم. دوست من، فردا صبح میام دفترت. مراسم عروسی برام وقت دیگه ای نمیذاره. من میخوام یه هتل برای روحیت و شیتا بسازم. میبینی که این زمین 30 میلیارد ارزش داره و به محض اینکه هتل 7 ستاره بشه ارزشش به 100 میلیارد میرسه. این بهترین هدیه عروسیه که ما میتونیم بهشون بدیم. بله. فردا برگاهایی که باید امضا کنی و برات میفرستم. توی یه وقت دیگه ازت میگیرمشون. باید کارتو تموم کنی و برای خانوادت یه کمی بیشتر وقت بذاری. خیلی فکر نکن. اگه تحصیل کرده این مثل تو اینقدر فکر کنه ما باید چی کار کنیم؟ موضوع بزرگی نیست. خیلی فکر نکن. خیلی فکر نکن. چرا به هم ریخته ای؟ جنگ بین اعتقادات و خانواده اینه که داره منو برای اولین بار مردد میکنه. اگه الان انجامش دادی پس دیگه هیچ وقت نکن. راه جلوی ما بازه، فقط شجاعت میخواد. اینجور که پیداست اصلا موضوع ساده‌ای نیست. اگه انتخاب کردن راحت بود مجبور نبودی انتخاب کنی، درسته؟ گوش کنید این رنگیه که شیطان بیشتر از همه دوستش داره. گوش کنید. آبی آسمونی. آسمونی. آروم باشید. گوش کنید ببینید چی میگم. یه سوال خیلی مهم دارم. خب اولین عشق آقای روحیت کیه؟ این سوال خیلی مهمه. آره میتونم. بهمون بگو. اومیکا ساکسه. نه واقعا نمیشه. چون جوونه صادقیه. آره بابا شما کجایین؟ ما تو راه 5 دقیقه دیگه میرسیم اونجا.
به محض اینکه برسیم بهت زنگ میزنم. دوست دارم پسرم. دوست دارم بابا. خوبه که با عشقت حرف زدی. چی؟ مگه با عشقت حرف نمیزدی؟ نه درسته، داشتی با پسرت حرف میزدی بابا. ولش کن، بذار راجع به کار حرف بزنیم. آینده کارمون به این وابسته است. تو سرت شلوغ پشت تلفن با ریتریک حرف میزدی، هی میگفتی دوست دارم عزیزم. خب مگه چیه؟ باید به تو راننده بگم دوست دارم اون پسرمه و تو 9 ساعت باید تو هواپیما کنارم بشینی و باید از پسرم دور باشم. مشکلت چیه؟ راستش بابا وقتی اینجوری حرف میزنی حس میکنم من پسر واقعی نیستم. آی ببین این پسر آقای دانا مایان که پسر که کت پوشیده اونو دوباره شروع نکن. پسر خیلی خوبیه. ببین موقع نامزدی روحی تو شیتا با هم آشنا شدیم، تو هم باید باهاش آشنا بشی. مامان من برای نامزدی شیتا اینجا اومدم. یه برنامه 3 ماهه دارم. باید برگردم بمبئی دیگه با هم حرف نزنیم. یه لحظه صبر کن. برنامه 3 ماهه بود و تموم شد. مشکل کجاست؟ مامان بس دیگه اذیتم نکن. خب عزیزم نظرت راجع به آرایشم چیه؟ قشنگه ولی چرا اینقدر سایه زیاد زدی ها؟ نگو. بفرمایید. عمامو که میشناسی از پنجابی گفته که میخواد برام آرایش مناسب جنوب دهلی پیدا کنه و قطعا خوشگل میشه، اما اینی که انجام داده نه این شکلیه نه اون شکلی. شبیه احمقا شدم. چرا اینقدر از خودت خجالت میکشی؟ موضوع خجالت نیست ولی فرق بین ما و اونا رو میبینی پالاک. منظورم اینه که برو بیرون رو ببین، انگار همه توی یه دنیای کاملا متفاوتن. منظورم اینه که من روحی تو دوست دارم، اون فرق میکنه و دوستش دارم، با مزه است، ولی خانواده‌اش رو ببین همشون خیلی خوش‌تیپن، همه چیزشون با ما فرق میکنه. ولی روحی تو رو همین جوری دوست داره، نمیخواد به این چیزای مسخره فکر کنی. آروم باش. باشه. کی؟ خواهر روحیت، نامزد ریتویک. آنانیا مگه دنبالش نمیگشتی؟ اونهاش. ریتویک داره خواهر شوهرم میشه. فکر میکردم که همسر تنها دوستم میشه، یعنی همسر خواهرم، ولی انگار الان اون داره همسر خواهر شوهرم میشه. لازم نیست از اینجور خیالا بکنی، اصلا اینجوری نیست. واقعا چشمات دنبالش میگشت و طبق عادت به کسی نمیگی، ولی خیلی طبیعیه که دوست داشته باشی نامزده ریتویکو ببینی. تو خیلی حرف میزنی، اصلا نباید میومدم نامزدیت. باشه ولش کن. نظرت راجع به آرایش جنوب دهلی چیه؟